خب بچه ها سلام، خوش اومدیم به بازی بویلت پوینت. بچه ها من این بازی دانلود کردم و یه جوری خیلی حس خوبی بهش دارم و اینکه وقتی یه چیزی هم در مورد بازیش شنیدم واقعا جالب بود برام و واقعا میخواستم بازیش کنم. اینکه این بازی بر اساس یک کاتالوگ ساخته شده. کاتالوگا یه چیزایی اینه کریپی پاستان که در واقع یه سری داستان خیلی وحشتناک و عجیبن که به صورت رمزی در واقع توضیح داده میشن و بیان میشن. خیلی کم هم نیستن، کاتالوگای زیادی هستن مثل کریپی پاستا ها و نمیدونم از کدومشونه. خب و دیگه چیزی از این بازی نمیدونم و بزنیم پلی. شب اول و کیفیت بازی هم PS1 که من نظرم جالب میاد. اینجا همومه، فهم باید بریم پایین. چیه این؟ بلکن پایین کدوم وره؟ از این وره یا از این وره؟ از این وره. کسی نیست که دلغک. نمیدونم میگم یه بچم گم شده، میتونم تو خونه شما رو بگردم؟ من میگم آره یا نو. داداش من بهت اعتماد ندارم، حقیقتا میای تو خونمون بکشیمون. نو سرم مگه نمیدونم چی میگه بهش بگم مرسی مراقب باش. من باورت ندارم، من باورش ندارم بچه ها، ولی بیادبیه. شاه حیولا شد ما رو کشت این دوش. آجی اصلا بیرون رفتن یارو هم کریپی و مشکوک بود. اصلا بیرون رفتنش هم حتی شخمی بود. امیدوارم خودم بوده باشم اون چیزی که تو آینه دیدم. و اینکه دوربینش نمیره. یه لحظه که هم دوربینش بالا خم نمیشه ولی شد. یه طرف که هم هیولان نه میگه آینه رو تمیز کن، ساعت رو فیکس کن. ساعت کجاستش؟ میشونه دوممه. خونه خودم اول نمیدونم ساعتم کجاست. ساعتم تو یخچال نیست. اینجاست دیگه. دور برم که نه خبری نیست. گفتم الان یه جامپ اسکری میخوام بزنم. الان پلی ده گایتر چیه؟ نمیدونم چیه بچه، دیگه ندارم ازش. تلویزیون نگاه نه تیوی نگفته. چونم کدوم بره علامتی زن زده. با این گربه کاری کنم. آیا جی گربه دارم، راستی حواسم نبود گربه دارم. ماو بجی نه خوب نیست این موضوع. من به حیوونا علاقه دارم، مثلا گربه. حالا یه جا میام میبینم در رودش ریخته رو زمین. با این باید کاری کنم. یه وقت میبینم چیکار کنم. خب چرا نمیره؟ رفت. برام مهم نیست این چیه، نمیخوامم بدونم. گفتم قابل نیست. زندگی بگرم دورانم چیکار کنم.
شب دوم. نو وی. دوباره بار میگه لطفا بهم غذا بده، من خیلی گشنمه. من میگم یا اینجا گورتو گم میکنی یا زنگ میزنم به پلیس، یا بگیم باشه غذا بهت میدیم. یه حالا ما لاشی بازی هم در میاریم ولی این شوخی نداره خدا وکیلی. باشه حالا خوب حیولا باشه پارام میکنه. خدا وکیلی آجی پارمون نکن. بگم غذا دادیم بهت. خبری که این بیرون نیست. ما دوربر هپرود زندگی میکنیم بچه. خیلی واقعا بازیش نگران کننده است. مثلا وقتی پنجره رو ببند، خدایی ببند، هر ثانیه که پنجره باز شه با بگاه رفتنمون نزدیک میشه. ببین این دست خراب. پنجره بازم داریم، این خونش قد ناامنه. اینجا هم پنجره میبود پشمام میری خدایی. میریم الان توی کنار میبینیم یه حیولات پنجره داره میاد تو، هیچ گوهی هم نمیتونیم بخوریم. ما بچه داریم اینجا، اتاق بچه هم هست. بیان قبلش نگاه کنیم تا بره بچه. من به موضوع امید دارم. رو تو گم کن. این دست خر نمیخواه بره تو اون پنجره هم هست. بچه دست خر اگه نمیدین چی هم دست بیله. کیر خرم البته میگه. خیلی خب ما به اون منظور نمیگیم. خدا وکیلی توف تو این خونه با این پنجرهاش. مردی که نفهم. میدونی پنجره چقدر خطرناکه؟ با یه تقه میزنه میشونش میاد تو. ببنده نه شب سوم. خدا وکیلی چه کاتالوگیه؟ من ایده ای ندارم مثلا. دوباره یکی اومد تو. بابا چی کارم داری؟ من چه گوی خوردم اینجا خونه گذاشتم. این بابا هست دوباره. بگیم یس. نمیدونم چرا گفتم یس ولی یس. میگه هیچ وقت نگاه نکن به شیطان، چون اونا هم به تو نگاه میکنن. نباید نگاه میکردم به اون جونوره ها. Close the mirrors. بچه نگاه نکن. اگه حرف اون مردی که درست باشه نگاه نکن. بچه میرور یعنی چی؟ اونایی که یکم انگلیسی بلدن. clean the mirror. آینه این که تمیزه. اینجا نیست. چند تا دستشویی تو خونه هست؟ واقعا موجود غریبه خودمون. آخر میفهمی خود ما هیولاییم. رفتارت خوب با آدم نمیخوره والا. حاجی الان یه جامپ اسکیر سگی میخوره تو پوزم. نه شب 4 همینطور داشت شبا میره داداش. یکی اینو بگیره. غیر از اون چند تا عکس بیکیفیت چیزی نشد.
چه خبر؟ چه عجب که کسی در خونمون رو نزد. وسط هپرود زندگی میکنیم ولی در خونمون رو میزنن. واقعا چرا؟ چیه؟ پاپ کورنن. اوه شو زهر مارمون نشدیم پاپ کورن درست کردن. نه بشینیم یکم اینجا چیل کنیم. نمیشین البته. فرض کنیم نشستم. به به چقدر زندگی خوبه. چقدر وسط ناکجا آباد زندگی نمی کنیم. چقدر تنها خونه‌ای که اینجا هست نیستیم. جمله گفتم. ناموسن؟ نو وی نمیخواد. با ما تلویزیون داریم. تلویزیون نمیخوای ببینی؟ گیتار به چه آدم دراماتیکی هم هستی. گیتار میزنه برای سرگرمی. بشنم اجا همینجا چیل کنم گیتار بزنم. از حاله که اینطوره. یکی بود یکی نبود کسی شریگمانی نگو. من خب کونه تیبور کنم. شبش 5 شب گذشت هیولایی نیامد. نکن ژانر اشتباهی اومدم. تا گفتم ژانر اشتباهی اومدم اجه بگاه رفتیم. یه اسم میگه بگاه میریم. پلیسه. گوده بنمی سلام اول پرسیه دیگه. صدا وحشتناکی شینه موجی. فکرم خیلی حرف مهمیه. یس نه جدی چرا باید بیم ناتریلی یک کس خورم؟ بچه‌ش اگه بنظرتون حرف مزخرفی دارم این وسط میزنم من معنیش رو نمیدونم. دارم اونی که مثلا درسته رو میزنم. امیدوارم هر رو سوسچیری نداده باشم اینو خر کنه. نرو بگاه رفتی بایی تمام. دوش بگیرم. کریپی ترین کاری که میتونی انجام بدی توی این موقعیت. بعد اون صدا من خونه میدویدم میرفتم یه جای دور از این هپروت. ولی میخواد دوش بگیره بعد اون. I'm گو خوردم. پاپ کورن دوباره. اوکی. نه دایشم خیلی پاپ کورن دوست داره. درک میکنم. درست میکنم ولی نمیخوره. تو گفتیم پاپ کورن. آقا تقاضای بگاهی. شب شام ایشم نکن زنده موندن اصلا قضیه. و نکنه من تا الان تصمیم درستی گرفتم یا نکنه ریدم و قراره این ریدمالا یه جا بکوبه تو سرم بگام بده. من نگرانم یه جا ببینم گرامو کشتم. خود داره
به بازی انقدر بیکیفیت داشت اصلا عدد نمیشه دید توش. میره گروه کسخلی هم داریم و اینا خودمونه. این صاحب گروه کسخله. خیلی غیر منتظره بود. خیلی غیر منتظره بود. پس یعنی حاجی چی برامون میاره میشن باید انجام بدیم قبل اینکه بیاد بکشمون. دوش اصلا داستانی یعنی اون قدم نیست انگار. باید تا اونجایی که میشه انجام داد. حتی نه شاید من باید تا یه جایی انجام بدیم بعدش اتفاقا خودش جوش میخوره. این آدمایی که میان دم در خونمون چی؟ اینا هم یه قضیه‌ای دارن. این بی خانمانیه. غیر منتظره بود. داد نزدم ولی بد جور ترسیدم. واقعا ترسیدم. نه اون ترسایی که مثلا یه عربده بکشی یه سجاد خوش یه میزن موتنت سیخ میشه. به نظر من واجی این آدم ها که میان کم کم یه داستانی رو رو میکنه این بازی. روی باشه میخواد بگیم آره به نظرم چون تا الان گفتیم آره بلایی سرمون نیومده. به خدا اگه فهمیده باشم چی گفت. تمشه رفت. واقعا چه خبره اینجا تو این شهر؟ این بازی خیلی وای و عجیبیه. چه غلطی کنم؟ آها شب 8 شب گذشت. چه اتفاقی میخوای این بیفته؟ گربه پیشو گربه خر خواهی هیدا منو بخوره مثل یه میخوای بنگوری اوزگل اسمش بودم اوزگل اسم گربه اوزگل اوزگل کجای اوزگل یعنی توفت اوزگل بداد که هم اوزگل این کسشار بازی در نیاری ولی میدم دست هیوره ها چی میگه فیکس رادیو رو فیکس کن. شب 9 جوان تو بگو شب آخری چیزیه دیگه. دوباره اومدن دم در ولی ناموسا قصد جامپ اسکر دارن این تو رو نگاه نمی‌کرد میدونم. بده کردم ساعت رو فیکس کنم. اوکی اینم فیکس شد. فقط مونده چی؟ ها برم همون. بنده خدا واقعا زندگیت بورینگ میشه کسل کننده راستی. کل روز 3 تا تسک داره تو همون 3 تا تسک هم کل مدتی ماش هیولا از پنجره دیدش میزنن. غم انگیز ناموسن. Please no kill me. و
چی؟ واقعا هیولاش ترسناک آجی. میبینمش مو به تنم سیخ میشه. نو 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 نیا اگه بیای جات خالیه گذار بود خالی. هم کردم گم شو. برو بمیر. باید فکر کنم ساعت 5 میفتن دنبالم بکنم. چون قشنگ دیدی تا ساعت 5 شد اومد که بهش من عادت کردم دیگه نمی ترسم. نه دشمن نترسد. اسکول یادش 30 بار همین مدل اومدن جلوت. تو چرا ترسیدی؟ ها شاید خود این خونه چیزیشه. این یارو داره میگه چیزای پشت این خونه است. نمیدونم. نه چه صافت خود توضیح بده. بیشوریه. شیر داره به این منطقه‌ای که تو شیر تقاقا خلاص نه این نیست. ازگل نفهم کجایی بیشور ازگل خر ازگل اینجاست. آفرین ازگل تو زندگیت خیلی از من بهتر خدا وکیلی. حداقل یه حیوانم خب کونه من بذاره. شب 11 بسه دکتر خواهیدم پیاد این حیوانه بذاره مردم. این پایان نیست. بعد از این میخوای چیکار کنی؟ پایان پنجره ها رو خیلی با هم میترسم. دیوانم خیلی بد میکنم. خیلی سیده میگم اصلا قیافه اینجوری داره. از چیه ها من ترسناک تر از اینا نترسیدم ولی این منو میترسونه. نمیدونم چیه. این میبینمش هم میترسم. خیلی آوازه ساعت بود روزی گرفتم شب 13
13 اومدن همین بنویسم اینم نه نمیدونم هر دقیقه که در خونم نمیزنه بیا اینطوری هم میان همیشه دیوونه نیست ما که این چیزا رو میبینیم دیوونه ایم دوم فکر کنم میشه کابوس چه صافت میخوام کمک کنیم در میره میگه ما توی کابوس گیر افتادیم و باید فرار کنیم اگه به فرار کردن ما به زبان انگلیسی قوی احتیاج داره به خیال شیم اینجاست اینجا به خیلی زیسته دیگه همینطوری ادامه فقط داشته باشه هیچ کاری نیفته بعدا من تحقیق کنم در مورد چه کاتالوگی بوده این مثلا یعنی مثلا ما توی میشه گفت یه چی میشه گفتم یه جون ماتریکس گیر افتادیم و نمیتونیم خارج شیم ازش یه کابوس ابدی یا یه حیولایی که میخونه خونه مرگیشه یا کل این جایی که ما هستیم مرگیشه بیشه بزرگه You don't escape me. You can't. شب 15 شب بخوای چی بکنی چی باید میشه دیگه چه وضعشه داری آقا قرار نیست اتفاقی بیفته یه سختی اصلا یه شبیه ترسناکی این بجه اصلا به همینه ما توی یه لوپ گیر افتادیم شب 16 خدا وکیلی دیوونه بود میگفت زنم یه طوری شروعش میگم به آمبولانس زنگ زدی میگه زنم چی؟ فلان آمبولانس وجود نداره انگار اینجا چیزی وجود نداره میخوام چه خراب شده ای هستی
خب بچه‌ها من رفتم گشتم در مورد این بازی و فهم ولمون نمی‌کنن. رفتم گشتم و دیدم این بازی کلا در مورد بقاه و داستان آنچنان خاصی هم نداره. این داستان خاصی داره ها، ولی میشه گفت تو با بازی کردن بیشتر نمیتونی بفهمیش. اینطور نیست این بازی داستانی مثلا آخرش یه جا تموم بشه و مثلا پایان بزنه. یعنی این بازی بی پایانه، تو اینقدر ادامه باید بدیش تا ببینی کی میمیری. و واقعا هم بازی جالبی بود. من خیلی انتظار بیشتری ازش داشتم و فکر میکردم این فقط شروعشه و جلوتر جالبتر هم میشه که نشد متاسفانه. داستان این بازی هم یه داستانی واقعا فهم داره، مخصوصا آدمایی که میمدن جلو داری حرفایی میزدن یه داستانی رو شاید روایت کنه وقتی با دقت گوش بدیم و بفهمیمش. ولی من داستانی رو نفهمیدم و بازی جالبی بود. واقعا منو ترسوند. هیولاش واقعا منو ترسوند یه جورایی. در مورد هیولاش هم بچه‌ها عکس این هیولا رو ببرین جایی همین کاتالوگش رو براتون میاره، چون این هیولاه در واقع همون عکس کاتالوگ اینه. میرم در مورد کاتالوگش هم تحقیق میکنم و احتمالا تو ادیت اطلاعاتی در موردش میدم. اگه هم ندادم دیگه بله. و من به این بازی از 10 نمره 5 میدم، چون واقعا من انتظار بیشتری داشتم. خیلی میتونه از جالب تر بشه ولی با بقایش خرابش کرد. ولی بازم به خاطر ترسناک بودن هیولاش و اینا اون 5 نمره اومد. خب ممنون که این ویدیو رو دیدین و فعلا خداحافظ. بای بای.